بیا بهت یاد بدم راحت ترین کیف پارچه‌ای رو بدوزی. برای دوخت این کیف 2 تا مربع احتیاج دارم از پارچه اصلی که گوشه‌هاش رو هلال طراحی کردم مثل تصویر و 2 تا مربع، یکی از پارچه اصلی یکی از آستری برش میزنم. اندازه ها رو دقیق تو کپشن براتون نوشتم. برای فضایی که میخوام به کیف بدم من از 2 تا مستطیل استفاده کردم. شما اگر حجم پارچه‌تون بیشتره میتونید یک مستطیل یکلا استفاده کنید و مثل من نیاز نباشه دوخت انجام بدید. این هم قسمت آستری کارمی که کامل دوختم و نتیجه کار باید اینجوری باشه و این 2 قسمتی که دارم نشونتون میدم بندهای کیفه. حالا از قسمت وسط کار که عرض مستطیل ها رو به هم دوختم میام از گیره پارچه استفاده میکنم و کارم رو ثابت میکنم و تا انتهاش رو گیره میزنم و میبرم زیر چرخ و میدوزم. بعد از دوختن طرف مقابل رو هم همینجور انجام میدم. چرا میام از وسط این کارو انجام میدم که میلیمتری کارم جابجایی نداشته باشه، درست مثل پشت یقه لباسایی که میدوزیم. بعد از دوخت طرف مقابل رو هم روی کار میذاریم و مثل همین طرف خیلی دقیق و با جزئیات تمیز میدوزیم. بعد از دوخت کناره های کار رو به فاصله 2 سانت میام چرت میزنم تا کار راحت برگرده. فقط مراقب باشید که این چرت زدن ها داخل کارتون نه، که اگه دقت نکنید و خدای نکرده داخل کارتون برید کل کارتون نابود میشد. دوباره باید از اول بدوزید. حالا کار رو به رو برمیگردونم، دقیق و مرتب کار رو چک میکنم که تمیز باشه و میام سراغ زبونه کیفم، رو به روی همدیگه میذارم و سلسله این کارم رو میدوزم. بعد از دوغ اضافه درز و سبک میکنم، کارو به رو برمیگردونم و یه اتوی خیلی خوب به کارم میزنم. بعد از اتوکاری همینقدر تمیز باید باشه کارمون. حالا میریم سراغ بندهای کیفمون. من 2 تا مستطیل رو روبروی هم گذاشتم و بالا رو یک مقدار حالت هلال دادم. دوختم رو انجام میدم، کارو به رو برمیگردونم و مجدد یه اتوی خیلی خوب و مفصل به کارم میزنم. حالا دقیقاً وسط بند کیف رو به وسط فضای حجمی که به کیف دادیم با گیره ثابت میکنیم و روی کار رو چرخ میکنیم. بعد از اینکه این کارو کردیم میریم سراغ زبونه. دقیقاً وسط کار میذاریم و دوختمون رو انجام میدیم. حالا آستری کار رو میاریم داخل کار میبریم و دور تا دور کار رو دقیق و یک دست و مرتب با گیره ثابت میکنیم و دور تا دور رو میدوزیم، به غیر از یه فضای 4 تا 5 سانتی متری که از این قسمت میخوام کار رو برو برگردونم. حالا کار رو از قسمت ندوخته برو میکنم به آرومی و با احتیاط که کارم شکافته نشه. بعد از اینکه این کار رو انجام دادم میام دور تا دور کارم رو با درجه ریز چرخ یه دوخت انجام میدم. نتیجه کار باید به همین تمیزی و مرتبی باشه و در نهایت میرم سراغ بندای کیف و مثل تصویر یه گره خوشگل به کارم میزنم و برای زبونه کیفم میتونیم از گیره مگنتی استفاده کنیم. خیلی راحت کارو فیکس کنیم. پیج رو فالو کن که از آموزش‌های جذاب ما جا نمونی.